یاس تنها کسیه که من در این عرصه کارم براش پیغام فرستادم. من برای هیچ کس در زندگیم پیغام نفرستادم. یاس تنها کسیه که براش پیغام فرستادم و یه آدمی دل به دریا زد و 15 سال پیش قبول کرد که به یاس همین یاسر مجوز بده و یاسر گفت نمیخوام. میدونی؟ چرا گفت نمیخوام؟ این بار بیار باش مصاحبه کن، بگو چرا نمیخواستی. من میدونستم نمیخواد مجوز بگیره، چون میدونستم خیلی خواستن. نه اصلا من مجوز گرفتم براش، به مجوز دادن. فکر میکنم 15 سال پیش، بیشتر از 15 سال پیش. و اگر یاس نه نمیگفت اصلا ما چیزی به اسم استوپ سر راه رپ نداشتیم.